انا دوستان عزیز برادران قدردان همه سرجم اومدیم ما تاجیک‌ها الکی پیش کشتی اومدیم کشتی ساحلی بحر سرخ لای ساحلی بحر سرخ بله برای کشتی بشینیم انا یک جا با ما باشید تماشا کنید همه حاجی و حاجی بیبی ها خیلی سرجم این برادرها آمدیم جای کشتی ها این همه برادرها سرجم اکر رفته سیمونه این همی زرد های ما این همی آدمای ما این آفتاب زرد همه کسا بریم کشتی نمیشنیم کشتی نمیم این آدم سمکنه گرفتی؟ همین گاب گپیان همین رو گرفتی؟ تمام خوش آمده کشتی دم بشینین اوچه جون تمام بیا خوش آمده خوش آمده کم دیلتون هوا نمیگیره آخی تمام بریم رفتیم مکن اینه اوچه جون هم در کشتی میشتین همشهری ها مردمی دنگره زنده باشه رفتیم من برادرها یک چیز دیگر هم میگم که این جده شهر بزرگترین هایده بگیم این گل کاری رو بگیم این رو بگیم ده شهر زیبا هایده این جده شهر مقصد که ما بحر سرخ اینجا همین جای هست که نگاه چه بفهمونم جای هست که آدمیزاد در همینجا رشد یافتگی هم خیلی در همینجا زندگی سر شدگی بابای آدم و ماما هوا در همینجا فرزنداش مردک 36 بار حامله دار شده 4 تا یگانیکی زایده دیگه همش دوگانیکی همینجا در آدم بعد دیگه اوج گرفتگی همین شهره که جده در نگاه کنیم چه شهر زیبا شهر بر هوا اینا کشتی ها در اینجا اینا تقدیر تو اون کشتی کرد که دیگه جگا اون کس پشتیتان گریستان میکنه چرا تبیه برای کشتی شیشتان اینجا در کشتی چرا تبیه یا تو بگذاری بمونه تو بستر تو بست بیبی بست هیچ گم نداری اینه بچه ها اینجا ده اونا موهیه اینه بچه ها اینجا ده همه تیاری دیدستن اینجا ده ازبکستان هایسته گه اینه شرکت ازبکستان موهی تماشا بزنه موهی اینه برادرهای ما شیشتن پریدی مردم یوان سیتی بگذار دشیره که یوان اینه بچه های نکشتی ها همه در خیزمت خیلی اوسته کی صبر سر نزن احتیاط بیا رفته پروانه که اینه بچه ها علی هوپس انشاءالله باید یعنی همه ترس باشه جون بومش زادی میکنیم بر انا دوستانی عزیز راه دا برو مده بنا های که باشه
اینا بحری سرخده برآمدیم براتون. در صورت بگیم. این اول صورت اونا بگیریم. مردم یوان سیتی. یوان سیتی بخیر. خداوند همه حاجی رو نصیب کنه. حاجی خوب شانوار. الله اکبر. زنده باش. حرکت به پیش. انا دوستان عزیز بحری که شما میبینید این دریایی که شما میبینید هم بحر بگیم هم دریا بگیم خیلی کل بگیم هم کلان این حضرت موسی علیه السلام با همراهی یارو و دوستاش میگذره فرعون لعین خیر به طورش نمیگذره ای خداوند امر میشه دریا که کشوده میشود موسی علیه السلام با همراهی همه دوستا و خویش تبارش میگذره فرعون لعین هب تای او میمونه خیلی قصه را همتون میدونید انا اینجا مشرکان تای او میمونه انا همون دایره اینجا دایره سرخ میگن اینه برادر اینا همه چه چخن دیل هوا نگریسون زنده باشه های شاه چخه درجه سر ترکنی سبا وای داری گرمی میدونی ای آوی شورو میزنید موی سر نمکاو دادگی تو میشه زنده و سربلند باشید خداوند یار و مددگارتان این برنامه ما با آخر میرسد این بود بحری سرخ زنده باشه السلام علیکم و رحمت الله این حال در همه نوی بحری سرخه معامله هم برادرها یا چی جهت میزد که در تاجیکستان برف های ایجاد گرم که دنیا همی ایده شد این همون بحری هست که حضرت موسی علیه السلام دریا اوی شیدگی و به چی خداوند گذشتگی فرعون لعین تایی اوماندگی ان همون بحر بینید سلام علیکم دوستان عزیز این حال من در یک موضع قرار دارم که جای زیباترین و جای تماشا بابترینی شهر جیده می باشد بیاین یک جای تماشا میکنید این بزیبی رو بینید خرچنگا رو بینه خرچنگا اینه بینه خرچنگ پر اینجا همه خرچنگ ها اینه بینه پر رانی بینه خرچنگ پر رانی و اون محیط رو بینه لالخمایی را دیدی؟ لالخمایی را بودید لالخم ده تو چیکار کنی ایران؟ تو پارتا تو چنل ماهی ببینی تو پارتا این را دیدی ماهی را دیدی؟ این ماهی را دیدی؟ کبوت انا نگو بولو باقی کبوت را نگو حالا دوستان عزیز این بحر که شما میبینید عقیب نداره اون طرفش نیست بودیم همین خبری کلان هایی که همین خبری کلان هایی خوار میکنی این از زنده و سربلند باشین خداوند یارو مددگار زنده باشین سربلندی تاجیکستان
دوستان عزیز جای تماشاباب جای زیباترین شهر جیده دعا کرده بود و یک قولی به همین قسمت گذشته هستند و یک روایت چند نمونه است بعضی ها همینجا را اشاره می‌کنند. دوستان عزیز جای زیباترین که گفتم اینا پایانا رو نگاه کنید دیده سید نه بابا اینا یه خرچنگ پارش دایتون کانالی رو تماشا کنید خدا یارو